الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران عزیز، خواهران محترم، ما و شما در ماه مبارک قرار داریم که ماه مبارک رمضان است. الله متعال در حکمت فرضیت روزه ماه مبارک رمضان در این آیت شریف می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بالای شما فرض شد همچنان که فرض شده بود سر امتهای مسلمان قبلی. چون از زمان آدم علیه السلام تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کل اینا امت اسلام تشکیل میدادن. پس به مسلمان های قبلی هم روزه فرض شده بود مثل که سر شما فرض شدن، لکن حکمت از چی هست؟ الله متعال میگه لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا حاصل کنید. به این معناست که در هر رشته و مسلک انسان کورس های یک ماه هم میگیره و این کورس های یک ماه برای تربیه و تعلیم می باشه که تا انسان در رشته و مسلک خود قوی شود و 11 ماه دیگه که زحمت میکشن به اساس می یک ماه درست تربیه شود و تعلیم شود. به این معنی ماه مبارک رمضان یک ماه تربیتی هست. در روزه میاشت یا تربیوی میاشت در دې لپاره چې انسان په دې میاشت کې تقوا حاصل کړي او بیا په نورو 11 میاشتو کې همداسې چې په دې میاشت کې دا تقوا کوي خپل ځان با تقوا وساتي. اوس تقوا څه ده؟ تقوا چی هست؟ تقوا در قسمت ازی در قرآن عظیم الشان در اصطلاح تقوا تقریبا 240 مرتبه در قرآن عظیم الشان کلمات مربوط به تقوا ذکر شده است با الفاظ مختلف. خود تقوا در اصل به معنای وقایه هست، یعنی انسان مسلمان خود از یک گناه و معصیت و یک غلطی و اشتباه وقایه میکنه تا در آخرت از عذاب آخرت الله را وقایه بکنه. پس تقوا یک بخشش در دنیا هست و یک بخشش در آخرت است.
تقوای دنیوی منجر میشه به تقوای اخروی. وقایه از غلطی های شرک، کفر، بدعت، بی‌ایمانی، اعمال زشت، وقتی خود از این انسان وقایه میکنه، در حقیقت انسان تقوای دیگی کرده که در آخرت است و خود از عذاب الله، از سختی های سکرات الموت وقایه کرده، از سختی های عالم برزخ که در قبر است وقایه کرده، از سختی های روز قیامت که 50,000 سال از خدا وقایه کرده، از سختی های حساب و وقت میزان خدا وقایه کرده، از سختی های صراط و قنطره خدا وقایه کرده. پس تقوا هم در آخرت است و هم در دنیا. وقایه از عذاب ها در آخرت و از نافرمانی ها در دنیا. بعضی از علما در مورد تقوا دقیق تر بیان میکنن تا ما بفهمیم که تقوا یعنی چی. میگن التقوا هی الخوف من الجلیل. تقوا چی هست؟ ترس است از الله متعال. تقوا ویره نداده الله نه چه مسلمان انسان الله نه ویریگی. والعمل بالتنزیل چلور برخی لري، 4 برخ داره: الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والرضا بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل. تقوا چی هست؟ 4 بخش داره. الخوف من الجلیل که انسان از الله متعال در ترس و خوف باشه، قلبش قلبی باشه که همیشه در بین خوف و رجا باشه. یعنی داسی زده بولری چه همیشه به خوف و رجا کی لالله نه ده الله لعدالت نه یریگی او ده الله رحمت همیشه امیدواری. دوم برخد تقوا یا بخش دوم تقوا چی است؟ والعمل بالتنزیل. انسان با تقوا کسی است که با آنچه که الله نازل کرده عمل میکنه. و الله 2 چیز نازل کرده: قرآن عظیم الشانه و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس هر کسی به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه، این 2 علامت انسان با تقوا هست. 2 علامت با تقوا انسان چه به قرآن و سنت عمل که ذکر چه الله هم قرآن نازل کرده او هم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحی. 3 والرضا بالقلیل. 3 علامت انسان با تقوا چی هست؟ که با آنچه که الله متعال برزی مقدر کرده از رزق کم یا از اولاد کم یا از مال کم یا از امکانات زندگی کم، هر چیزی که باشه در اینجا به تقدیر و قسمت الهی راضی باشه. شاید اگه انسان بسیار جاهل باشه لکن سعی میکنه که یک بلند منزل بسیار کلان داره، اما یک کس دیگه هست که به یک خانه عادی با پول حلال محتاج است نداره. و تقوا همی است که وقتی از طریق حلال خواستی و الله برات نداد دیر رضایت داشته باشی، جزا و فضا نکنه. و رضا بالقلیل یعنی معنای داده چه حق امکانات چه الله در تدار کرده که په مال کی، که په اولاد کی، که په کور کی، په هر شی کی په دې باندې قناعت ولري انسان. دا 3 علامت
تقوا ده. علامت چهارمی تقوا والاستعداد لیوم الرحیل، آمادگی بر روز مرگ. الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان میه. انسان نمیتونه که مرگ خود حدس بزنه که من جوان هستم، یا من سنم خرد است، یا من صحتمند هستم. بسیار وقت شده که یک کسی به سرطان مبتلا هست و سر قبر صدها انسان صحتمند قرار گرفتن، چون آمدن به ترتیب است و رفتن به ترتیب است. به خاطر اینمی هست که انسان هر لحظه به مرگ خود آماده باشه. تصور کن اگر امیاله ما بمرم، آیا باز پشیمان نمیشم بر ما وقت بده نماز بخوانم، وقت بده روزه بگیرم، وقت بده توبه کنم؟ کسی آماده به ای باشه؟ پس ای علامت چهارمی تقوا است. یعنی چهارم علامت تقوا داده چه؟ انسان در مرگ دپاره همیشه آماده ای. داستی نیستی که او صورت ملک الموت راسی بیا ورطه وی چه خیر ما تا یو روز وقت را که، یو شپه وقت را که، یو ساعت وقت را که. اوس مخکې دینه چې ملک الموت ورته راسی د خپله ځان ورته تیار کړی. در تعریف دیگه تقوا، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که سلف صالح ما و شما هستن، اونا وقتی یک مطلب خودش دقیق نمیفهمید از یک صحابی دیگه پرسان میکرد. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه شخصیت بسیار عالی هست، از جمله مبشره بالجنت است و از بزرگای اسلام است، امیر المؤمنین است. لکن باز هم در مسائلی که ضرورت میشه از صحابی دیگری که ابی رضی الله تعالی عنه هست از او سوال میکنه که یا ابی ما تقوا، تقوا چی هست؟ ابی رضی الله تعالی عنه برش میگه که هل اخذت طریقا ذا شوک، آیا کدام راهی که در دشت قرار گرفتی که اونجا بسیار زیاد خار باشه؟ عمر رضی الله تعالی عنه له ابی رضی الله عنه پوښتنه کوي چې تقوا څه ده؟ هغه ورته وایي داسې دښته کې تللی چې ټول اغزي و پاهای تو هم برهنه باشه او تا پښو کې هم بوټونه یا څپلۍ چینی پښې دې لوڅي، داسې لاره کې تللی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې هو داسې لاره خو وای که په داسې لاره کې برابر سی بیا څنګه کوي؟ اقدامو ته یک راه برابر شوی چی میکنی؟ عمر رضی الله تعالی عنه ورته تشمرت و حذرت، ډیر احتیاط کوم، بسیار احتیاط میکنم. و حذرت و بسیار با احتیاط حرکت میکنم، خوب جستجو میکنم، خوب سعی میکنم که در کدام قسمت خار نیست چون پایم برهنه هست. خگورم چې کوم ځای کې اغزی نست و پښې مې لوڅې دي نو عمل ته به مې پښه ږدم، همونجا قدم خودم بگذارم. ابی رضی الله تعالی عنه بهش گفت که فذاک التقوا، اینمی تقوا هست، دا تقوا ده. یعنی تقوا ده چې مسلمان انسان خپل فکر ته متوجه اوسي، به طرف فکر خود متوجه باشه که آیا در فکر من کدام مرض فکری نیست؟ آیا در قلب من کدام مرض قلبی نیست؟ آیا در زبان من کدام مرض زبانی نیست؟ چون تقوا 6 قسم است. تقوا 6 قسم است. انسان مسلمان امی 6 چیز در وجود خود امتحان میکنه. تقوا 8 قسم ده. مسلمان انسان در 8 شیانو باندې خپل ځان آزمویی. اول قسم تقوا تقوای فکری هست و صدها قسم مرض فکری هست. در قرآن میگه ظلمات و نور، یعنی ظلمت ها و تاریکی ها و امراض بسیار زیاد است.
و حق یکی است، باطل بسیار زیاد است. انسان با تقوایی است که از 100 قسم مرض خدا نجات بده. تقوای فکری، تقوای قلبی دوم، تقوای زبانی سوم، تقوای بدنی چهارم، تقوای مالی پنجم و تقوای قانونی ششم. 6 قسم تقوا ده. فکری او د سوچ تقوا، زه رقم سوچ لرم. د زړه تقوا، د ژبې تقوا، د ځان د ټولو اعضاو تقوا، د مال تقوا او د قانون تقوا. لعلکم تتقون معنا دا ده چې تاسو په دغه شپږو شیانو کې تقوا حاصل کړئ. اوس خو شیطانان نسته دي، اوس خو شیطانان تړل سوي دي. اوس خو کولی شي چې دلته تقوا حاصل کړي، په دې شپږو شیانو کې ځان پوه کړي. در ماه مبارک رمضان شیطان ها بسته هست، به این خاطر انسان میتونه که تقوا حاصل کنه. اللهم الا شیطان بسته نیست که اون نفس خود انسان است. شیطان های جنی بسته هستند، اما شیطان های انسانی زنده هستند و آزاد هستند و میگردند. بعضی اوقات خود انسان به یک شیطان مبدل میشه که هیچ گپ حق در قلب از او تاثیر نمیکنه. ماه مبارک رمضان مثل ماهای دیگه هیچ تأثیری در شخصیت از او نمیه. پس این بفهمه که خود ما به شیطان مبدل شدیم که در قرآن میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. از شر وسوسه های خناس. کی هست؟ الذی اتو کسی که یوسوس فی صدور الناس، در سینه های مردم وسوسه میپرده. چی هست؟ من الجنتی، بعضی از شیطان های جنی هستن، و الناس، و بعضی از شیطان هایی که وسوسه ایجاد میکنن خود انسان هست. انسان است که مبدل به شیطان شده. نفس انسان، نفس خودش به نفس اماره به سو مبدل شده. در این قسمت یک شاعر چی میگه؟ میگه خل الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقی. تمامی گناه های صغیره و کبیره را ترک بکن، امی تقوا هست. واسنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا. امی قسم میگه حرکت کن مثل انسانی که در یک زمینی که اونجا خارزار است بسیار احتیاط میکنه از آنچه که میبینه. لا تحقرن صغیره، تحقیر نکو، کم حساب نکو گناه صغیره. نه ان الجبال من الحصى، کوههای بزرگ از دانه های کوچک کوچک ریگ ساخته شده هست. خل الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقی. ټول گناهان، که لوی گناهی یا که وړه، که صغیره که کبیره، ټول خوشی که پریږده. واسنع کماش فوق ارض الشوک. دسی په لاره کې لاړ سه لکه چې په یوه دښته کې یو ټول اغزي دي. یحذر ما یرا، دا انسان څومره احتیاط کوي، دغسې احتیاط کوه په ټولو کارو کې. واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا لا تحقرن صغیره. صغیره او واړه ګناهان دا مه تحقیروه، مه وایه چې دا خو صغیره ده، دا خو لږه ګناه ده، دا خو پروا نه لري، دا دومره ډېر پکې هغه نه ده راغلی. ان الجبال من الحصى، که د فکري دا غټ غټ غرونه له څه شي نه جوړ سوی؟ له همغه وړو وړو شګو نه جوړ سوی. بالاخره له هغه نه یو غټ او لوی غر جوړ سوی. واړه واړه ګناهونو نه هم ډېر وخت انسان په ډېر سخت غلطي کې داخلېږي.
حالا فهمیدیم که تقوا باید 6 قسم تقوا هست که باید حاصل شد. 8 قسم تقوا ده. اول فکری تقوا ده. دمونږ او تاسو په وخت کې له پخواني وختونو نه سختیګانې او مشکلات ډېر دي. امراض فکری آل از سابق کده بسیار زیاد شده. وقتی که قرن صحابه و تابعین و تابع تابعین خیر القرون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. اینا چرا خیر القرون بودن؟ در اینجا امراض فکری بسیار کم بود. از نگاه فکر کاملا وقایع بودن. وقتی آیت برش خوانده میشد، یک حدیث برش تلاوت میشد، یک حکم الله برش گفته میشد، بناءً وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. این صفاتی از اونها بود. وقتی برشان حکم گفته میشد، سمعنا شنیدیم و اطعنا اطاعت کردیم، غفرانك ربنا یا الله لتان مغفرت خوارد و از تو مغفرت میخواییم، و الیک المصیر. ده اصحاب و تابعین و تابعین خیگرنی په چی کې په دې کې و چې کله چې دوی ته د الله د کتاب نه کوم آیات لوستل کېدل یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به دوی ته ویل کېده، د دوی به عادت څه و؟ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. سمعنا واوریدل، اطعنا انشاءالله اطاعت کو. بدبختی آخر الزمان و عصر فتنه ها چی هست؟ که در اینجا مردم عمو قسم تقسیم میشن، مثل که یهود و نصارا به 72 و 73 فرقه تقسیم شدن. این تقسیم فرقه ها کافره هست؟ نه، کافره خو تقسیمات خود دارن، لکن مشکل در چی هست که این 73 فرقه از چی جور میشه؟ از فکر. از این خاطر در زبان عربی وقتی کلمه 70 حساب میشه، این به معنای 70 عددی دقیق نیست که بسیاری کسا تصور میکنن، بلکه به معنای کثرت و زیادت است. وقتی که در عربی میگه که 70 مرتن، یعنی بسیار زیاد، تنها 70 مرتبه نیست، میشه 70,000 مرتبه باشه، میشه 700,000 مرتبه باشه، میشه 7 میلیون و 70 میلیون و میلیارد و تریلیون باشه. پس در آخر الزمان فرقه های زیادی ایجاد میشه. به اساس چی میشه؟ به اساس امراض فکری خطرناک. اولین امراض فکری خطرناک چی هست؟ ما 5 قسم مرض فکری خطرناک داریم و بسیاری کسایی رو نمیفهمن و بسیاری کسا درباره از این تحقیق نکردن. امراض فکری خطرناک 5 قسم است. اولش خودپرستی هست، یعنی کسایی هستن که برای خود صفت ربوبیت و الوهیت میدن. بعضی اوقات انسان پرستی هست که برای یک انسان دیگه صفت ربوبیت و الوهیت میدن. بعضی اوقات طبیعت پرستی هست که برای طبیعت مثل مهتاب و آفتاب و زمین و دریا و سنگ و چوب و اسپند و بربو صفت الوهیت و ربوبیت داده میشه. بعضی اوقات حیوان پرستی هست که انسان صفت ربوبیت و الوهیت به یک گاو میده، به یک شادی میده، به یک مار میده. حتی موش پرستا هستن، برای موش میده.
و پنجمیش چی هست؟ شیطان پرستی هست که کسایی هستن که یا مستقیما خود ابلیس پرستش میکنن و یا هم شاگردای ابلیس که فالبین است، جادوگر است، رملنداز است، کسایی است که روی تاله باز میکنن، کسایی هستن که فال میبینن به نام فال حافظ، کسایی هستن که علم غیب الله را به گنجشکک میته که ای بر من را معلوم بکنه، کسایی هستن که علم غیب به یک پرنده میته اوهو و تو تک اونجا شیشت ای بر ما خبر خوش آورده یا خبر بد آورده. پس علم غیب الله متعال به یک پرنده میته. لعلکم تتقون. اولش باید انسان چی کنه؟ اول از اصلاح فکر خود شروع بکنه که آیا در این مرضا من مبتلا هستم یا نیستم. فکری امراض 15 قسم دی. اول دخبل دزان پرستش. دخبل دزان پرستش یعنی خبل زان تا دی الله دی ربوبیت او الوهیت او اسماء و صفات، حق صفات الله، حق افعال دی الله چه دی الله مخصوص اخبل دخبل زان تا ورکی. دوم قسم دبل انسان پرستش ده، یا بل انسان ده ربوبیت او الوهیت ورکی. دریم قسم طبیعت پرستی ده چه ده طبیعت ونو تا یا نفر ونی تزی وای ده ونه چه ده په عربو که ذات انوات ورتویل دوی با لدی ونی نتواف کو. بعضی خلک خپل ماشومان د ونی د ریخو لاندې تیری وای دیت شفا ورکی. د څه معنا ورکی؟ یعنی د الله ربوبیت صفات دیت ورکی. کله سپوږمۍ ته، کله لمر ته. څلورم قسم د حیواناتو پرستش ده. حیواناتو پرستش څنګه ده؟ هغه د مونږ او تاسو یې کله غواګانو ته، کله پیلانو ته عبادت کوي، کله مارانو ته عبادت کوي. بیا د مونږ په افغانستان کې یوه زړه ښځه د مونږ کور کې د ماته څه وایي؟ وای تاسو استاده د اوښ له زړه لاندې نه تېر سئ چې الله درته اولاد چیښتن سئ. د اوښ له زړه نه ما ورته ویل دغه ده شیطان خو د مونږ په کور کې پیدا سو، بت پرسته ده. خو منتها هغوی مثلا بت ته نمستې وایي، دلته نمستې ورته نه وایي، خو د هغې د زړه نه وایي د پښو نه یې تېر سه بیا تا ته به اولاد درکړي. یعنې الله وایي چې یهب لمن یشاء اناثا، یو چاته الله زوی ورکوي، یو چاته لور ورکوي، یو چاته دواړه ورکوي، یو چاته یو هم نه ورکوي. خو دلته دا خلک وایي چې پلاني اوښ نه تېر سه، د پلاني له هغه نه تېر سه، پلاني پښو لاندې تېر سه، د پلاني اوبه هغه که حتی ژبه یې چې بندېږي وایي د هندو ډوډۍ وخوره. یعنې دوی ته د مسلمان د ډوډۍ نه چې ورباندې بسم الله ویل سوی د هندو ډوډۍ دومره قدسیت لري چې هغه باندې د بګوانو د بوتانو نوم اخیستل سوی ده. وایي ورسه ژبه دې بندېږي، ورسه د هندو نه ډوډۍ هغه که او هندو وایي چې دا څنګه دغه ده څه لفظ به ورته استعمال کړي والله اعلم. پنځم قسم شیطان پرستی ده چې ډېر خلک د شیطانانو پرستش کوي، یا د ابلیس مستقیما پرستش کوي، یا د ابلیس شاگردان دي لکه کوډګرانو ته ځي. والا زه واده کوم، ډېر هلکان دي ډېر اوس وخت، والا زه غواړم رهبري مې وکړو خو مقابل د ما رهبري نه مني. استاده څنګه ده چې د مینې یو تعویض واخلم؟ دا د مینې تعویضونه یفرقون به بین المرء و زوجه، دا ټول کوډ ده، دا ټول جادو ده، دا ټول سحر ده. کله فالبینانو ته ځي دا د هغه دي. ښه اوس موږ له دې نه څنګه ځان وساتو؟ اول کوم خلک چې د خپل د ځان پرستش کوي، څه معنا د خپل د ځان پرستش کوي؟ دې ته په نامه د حسگرایی، به نام فلسفه حسگرایی، کسایی که اول خود پرستش میکنن
بعضی کسا چشم خود صفت ربوبیت میتن، یا را فلسفه حس پرست میگن، فلسفه میگن. وقتی که فلسفه گفت بازی جوانای ما کس فلسفه فیلسوف است، این فیلسوف خب بسیار گپش فیلسوف است دیگه، در حالی که بزرگترین و خطرناکترین کافر فیلسوف است. بزرگترین کفر که ایجاد کردن فلاسفه کردن. حتی مسلمان هایی که به نام فلاسفه اسلامی هستن، این علما وقتی که سرشان بحث کردن گفتن یا کافر هستن، اما که به نام فیلسوف اسلامی خودم میگیرن. چرا؟ به خاطر که این فلسفه که است خود پرستش میکنه. چی معنی خود پرستش میکنه؟ یعنی معیار حق و باطل، ما و شما مسلمان ها میگیم برای ما حق کی تعیین میکنه؟ الله. باطل کی تعیین کرده؟ الله. جایز کی تعیین کرده؟ الله. ناجایز کی تعیین میکنه؟ الله. حلال کی تعیین کرده؟ الله. حرام کی تعیین کرده؟ الله. از این خاطر ما مجبور هستیم که اطاعت الله را بکنیم. الله گفت اینی حق است، حق است، ولو که چشم ما او را نبینه. ما جنت نمیبینیم، کجاست جنت؟ ما دوزخ ندیدیم، کجاست دوزخ؟ ما ملائکه را ندیدیم، کجاست ملائکه؟ ما جن را ندیدیم، کجاست جن؟ لکن وقتی در قرآن عظیم شان گفته میشه که مخلوقاتی به نام ملائکه وجود داره، آمنا و سلمنا. حسگراها، فلاسفه حسگرا یا میگن که نه، چیزی را که چشم من ندیده، گوش من نشنیده، دست من او را لمس نکرده، این حق نیست. پس این از ملائکه کافر است، از جنت قبول نداره کافر است، به دوزخ کافر است. حتی خالق متعال ما و شما خود ندیدیم، بالاخره به او هم کافر میشه. پس بسیاری کسایی که میگه صاحب من ماتریالیست هستم، عالمی کمونیستا رو چرا میگفتن کافر هستن؟ به خاطر که کمونیستا در بالای سر کله خود عکس مارکس و انگلس و لینین هم گذاشتن و اونا ماتریالیست یا حس پرست بودن. پس این نفر نماز میخوان، مسجد جور میکرد، کلمه میخوان، لکن معیار حق و حق شناسی حس خود قرار میده، پس این کافر شد. شاید یک نفر روزه بگیره و در پالوی روزه گرفتن حس پرست باشه، ماتریالیست باشه، این روزی ازی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. الله متعال میگه در روز قیامت بر ازی ما ترازوی میزان نمیگذاریم. چرا؟ تهدابش که ایمان بالغیب است، از این کار کرده، میگه من غیب قبول ندارم، باید به چشم خود ببینم. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. الله متعال میگه ما در هر امت رسول فرستادیم، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، عبادت الله را بکنین و از طاغوت چی کنین؟ اجتناب بکنین. طاغوت چی هست؟ که انسان حس خود ربوبیت و الوهیت میده. بعضی کسا عقل پرست هستن، اینا را عقلیون در عربی میگن. در زبان انگلیسی اینا را ایدیالیست میگن. یک مرض خطرناک عقلی هست. یا چی مشکل دارن؟ یا چرا کافر هستن؟ به خاطر از جا که میگن عقل ما برای ما حق و باطل تعیین میکنه. ربش، الهش عقلش است. یا را عقل گرا میگن. و در بسیاری جای کتابای از اینا خوانده میشه به نام ارسطو، افلاطون، سقراط و بسیاری از فلاسفه معاصر مثل دیکارت و کانت و نیتز و اسپنزوا و دیگر. اینها را بسیاری وقتا در پوانتونا و در مکتبات تدریس میشه و بسیاری کسا اینها را من حیث حقیقت‌های که نیست قابل تردید، اما تو میگم یا درست هستن، این را قبول میکنن.
در بین مسلمان ها بزرگترین مشکلی که در جهان اسلام پیدا شد چه وقت پیدا شد؟ که در بین مسلمان ها عقل گرایی پیدا شد. چه وقت بودی؟ در زمان مأمون الرشید. مأمون الرشید در زندگی خود یک اشتباه کرد و این اشتباه از این مسلمان ها را تکه تکه و فرقه و طایفه جور کرد. مأمون الرشید یک کاری خوب کرد و یک اشتباه کرد. انسان همیشه وقتی که یک کار میکنه بعضی اوقات شیطان مداخله میکنه. همین انسانی که کار خوب میکنه از این یگان دفعه با یک لغزش شیطان استفاده کلانتر میکنه نسبت به یک انسان عادی. مأمون الرشید به خاطر از اینکه مسلمان ها خوب پیشرفت بکنن و ترقی بکنن و خوب باشن یک کار بسیار خوب کرد. یک مرکزی را برای ترجمه کتاب های علمی یونان و مصر و فارس و هند و این کتاب ها دارالحکمت جور کرد که در دارالحکمه کتابات ترجمه میشد و این عملش واقعا یک عمل بسیار خوب است و از نگاه تمدن و تمدن شناسی یک عمل بسیار کار خوب بود که در بین مسلمان ها کرد. و بسیاری کتاب های طب، کتاب های کیمیا، کتاب های فیزیک، کتاب های هندسه، این کتاب ها ترجمه شد به زبان عربی که وقت زبان بین مسلمان ها زبان مسلمان ها بود. حالا زبان ملی میگن، ملی اصطلاحات کفار و منافقین از اینا هست که مثلا تقسیم کردن ملت ها را. زبان امت اسلام که بود زبان عربی بود که کل مسلمان های را یاد میگرفتن و به افتخار میکردن. اما یک اشتباهی که کرد چی بود؟ چرا انسان مسلمان همیشه باید متوجه چی باشه که من چی خوبی ها دارم چی اشتباهات دارم. بعضی اوقات بسیاری کساس خوب دیندار است لکن بعضی اوقات شیطان خواسته های نفسانی از این را پیش میکنه. امی انسان دیندار اینقدر اختلاف در بین مسلمان ها ایجاد میکنه که بیدین ایجاد کردن نمیتونه. اکثرا سعی کنیم مدرسه ها بین هم اختلاف دارن، علما بین هم اختلاف پیدا میکنه، مقتدی ها بین هم اختلاف پیدا میکنه. علت چی است؟ یک دیندار ببینی که شیطان صفت است. گپ پذیر به او بر، گپ پذیر به او بر، گپ پذیر به او بر، گپ پذیر. خود بسیار با تقوا فکر میکنه در حالی که کار شیطان میکنی. نامت ولی گر ولی این است لعنت بر ولی. خود ولی فکر میکنه لکن کار شیطان میکنه. مأمون الرشید چی اشتباه کرد؟ اشتباه مأمون الرشیدی بود که مأمون الرشید یک خط روان کرد به پادشاه روم. در خط خود گفت که کتابایی که در بازار بودی رو ما گرفتیم ترجمه کردیم. بعضی کتابای دیگه خبر شدیم که شما در امپراتوری در خزانه تان بعضی کتابا دارین. اگر اینی کتابایتان برای ما بتین به خود شخص امپراتور خط روان کرد اگه بتین که ما میخوایم ترجمه کنیم و مسلمان ها از استفاده بکنیم. سعی کنین در اسلام شورا هست لکن مسلمان ها از شورا استفاده نمیکنن. در اسلام امیر هست که یک کسی در سفر میری یک کسی را امیر تعیین بکنی. امیر تعیین میکنه لکن از امیر اطاعت نمیکنه. در اسلام امیر است که به علمایتان احترام بکنی لکن به علما احترام نیست. مسلمان ها بسیاری شده اطاعت نمیکنن. این کار باید مأمون الرشید علما را میشاند و امروز از اونا مشوره میکرد که اینو تو کتاب هست من اینو ترجمه کنم بیارم. مشوره نکرد. اما اونجا پادشاه روم چی کرد؟ پادشاه روم وقتی که خط ازی برش آمد کل علمای خود، کشیش ها را، کشیش پاپ، اما کلان های خود، علمای خود جمع کرد و بر از اینا گفت که شما علمای دینی هم هستین، علمای فکری هم هستین، علمای عقیده هم هستین، علمای مذهبی هم هستین. یک مکتوب آمده از خلیفه مسلمان ها. این مکتوب خلیفه مسلمان ها چی میگه؟ در مکتوب خلیفه مسلمان ها نوشته است میخواه که کتابایی که ما پیش خود نگاه کردیم در خزانه امپراتوری میخواه کتابا را برش روان بکنم و میخواه را ترجمه بکنم. آل شما علمای ما، شما دانشمندای ما، شما بزرگای ما، شما متخصصین ما برای من مشوره بتین که
آیا این کتابا را برای مسلمان ها روان بکنیم به منفعت ما هست یا به ضرر ما هست؟ کشیش ها چی گفتن؟ کشیش ها برش گفت که ای امپراتور، اینمی کتاب های فلسفه و منطق است. تو نگاه کردی کدام کتاب ها بود؟ کتاب های فلسفه و منطق بود. اینمی کتاب های فلسفه و منطق ما را تکه تکه کرد، دین ما را خراب کرد، در بین ما فرقه های ایجاد کرد، وضعیت ما را خراب کرد. اینمی کتاب هایی که اینا عقل خود حاکم ساختن سر تورات و انجیل. چون فلاسفه عقلگراها چی میگن؟ اسلام میگه که باید قرآن و سنت حاکم باشه و عقل تو محکوم باشه. وقتی که در یک چیز عقل تو کار نکرد و قرآن برات گفت همین قسم است و سنت برات گفت همین چی است، باید بگویی که سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اما مشکل فلاسفه چی است که عقل خود سر نص چی میکنه؟ حاکم قرار میدن. این جای تورات عقل ما قبول نکرد و رد کردن، این جای انجیل عقل ما قبول نکرد رد کردن. کل مشکلات از امی جهت پیدا شده است. امپراتور گفت خیلی چی کنیم؟ گفت این کلش مرض است، این کلش مرض است. چه قسم مرض است؟ مرض کفر است، مرض بیدینی هست، مرض اختلاف است، مرض بی‌ادبی در مقابل کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت برشان بدی بان که به این مرضایی که ما مبتلا هستیم اینا هم مبتلا شدن. امپراتور عاجل صاحب صندوقا را از کتابای فلسفه و منطق پر کرد و این روان کرد برای خلیفه مسلمانان مأمون الرشید. مأمون الرشید به مشوره و به همه چیز عاجل کل کتابا را داد به دارالحکمه ترجمه کنین به زبانهایی که ما و شما ضرورت داریم. فوراً سه مردم 6 تا کتابا را ترجمه کردن و کتابها در بین مسلمان ها پیدا شد. از این کتابا به این شکل در وقت مأمون الرشید بود، لکن بعضی از اینا قبل از مأمون الرشید هم والله اعلم در بین مسلمان ها رسیده بود. خوی شکل کلی و چیزش بود، لکن قبل از این هم این کتاب ها رسیده بود. این کتاب های فلسفی وقتی که انتقال کرد در بین مسلمان ها، چی نقص ایجاد شد در بین مسلمان ها؟ در بین مسلمان ها یک کسی به نام واصل ابن عطا کسی کتاب ها مطالعه کرده و در فلسفه و در منطق و دیگه پا بسیار عقلگرا شده. در مجلس حسن بصری رحمت الله شیشته و حسن بصری استادش است. ما سوال دارم، بفرمایید سابق الصحابه و تابعین و تابع تابعین چی میکنن؟ آیات قرآن برش خوانده میشه، احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله تشریح میکنن، چون قانون اساسی اسلام قرآن است. شرح قانون اساسی احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر حکم قرآن احادیث تشریح میکنن. و جغرافیای عملی سیاسی این قانون اساسی و این شرحش که تطبیق شده سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس مسلمان قرآن میخونه، سنت میفهمه و بعد از میاده سیرت و مطابق از این زندگی خود هر وقت مشکلی که پیدا شد به قرآن رجوع میکنه، به سنت رجوع میکنه و به سیرت رجوع میکنه. یعنی د مسلمانان اساسی قانون قرآن از این مشانده، شرح په احادیثو کې کیږي او د دې تطبیق په سیرت کې څه د سیرت چې وایي ټول درته معلومیږي چې څه رقم څرنګه په څه طریقه د تطبیق شوی. اوس د فلسفه او د منطق کتابونه چې دلته راورسېده، دلته استاد د قرآن آیت وایي، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، د سیرت نه بحث کوي. واصل ابن عطا ورته وایي چې نه دا داسې نه ده، زما عقل داسې وایي، دا عقل داسې وایي. بالاخره خبره څنګه چطور شد کار؟ بالاخره واصل ابن عطا
از مجلس حسن بصری خیز که حسکو این مجلس ما دلایل عقلی میخوایم، شما آمدین برای ما آیت حدیث چی والا انداختید؟ رفت قرار دو گوشه دیگه شیش که بیاین من خودم استاد هستم درس میتم. حسن بصری رحمت الله علیه گفت که اعتزل عنا، از ما جدا شد و این مؤسس فرقه معتزله هست. فرقه معتزله چی کردن؟ آمدن دیگه صاحب عقل خود حاکم ساختن، عقل بالا شد و نصوص قرآن و سنت چی شد؟ محکوم شد و حاکم شد. این محکوم آل عقل حکم میکنه. آل ما هر چیزی را که به عقل خود سنجش میکنیم که عقل ما قبول نکرد او را رد میکنن. بالاخره صفات الله را رد کردن، بسیاری از صفات را رد کردن. بالاخره بعد از یه صاحب یک گروه دیگه پیدا شد به نام جبریه یا عقل پرست هستن. بالاخره گروه دیگه پیدا شد به نام قدریه یا گروه دیگه هستن. و امروز مشکل اساسی بین بسیاری از مسلمان ها هست که وقتی یک مشکل پیدا میکنن، چرا مسلمان ها همیشه در شکست هستن؟ چون اکثرا حتی کسایی که ادعا میکنن، ما اینو بسیاری وقتا دیدیم بسیاری از دوستا هستن که پیرو و کتاب و سنت میگه ما هستیم، لکن امی پیرو کتاب و سنت در تناده چی است؟ در نماز است. در نماز خود بسیار خوب سنت مراعات میکنه، بسیار نماز خوبش میخونه، لکن در وقت قسمت های دیگه که برش میه، باز اونجا وقتی که گپ بزنی کتش میبینی که اینجا عقل خود حاکم قرار داده، عقل پرست است. وقتی برش میگه که اینی حکم است. یک وقتی موضوع پیدا شد، همینجا یک بحث شروع شده بود به نام عذر بالجهل. در این مسئله عذر بالجهل ما دیدم که به هزارها نفر عقل پرست است، با وجود از اینکه ادعا میکنه که من چی هستم؟ من پیرو کتاب و سنت هستم. این شخصی که سر از این بحث میکنه، یک کسی برای من زنگ زد گفت استاد در مسئله عذر بالجهل نظر شما چی هست؟ در مسئله عذر بالجهل نظر شما چی هست؟ من گفتم برادر عزیز محترم، من 18 سال میشه که تنها درس عقیده میدم. 18 سال است که من زیاد تحقیق میکنم درباره عقیده و پیش از او خود در صرف و در نحو و در کتابای دیگه که در مدرسه خواندیم و در دیگه پا فقه خواندیم، لکن امی آخر عمر خودم من تخصیص دادم که کل بحثای من سر عقیده باشه. قسم است که من 4 ماه الی 2 سال دیگه وقت دارم که این موضوع عذر بالجهل ما یاد بگیرم، با زباری از اون نظر بدم که آیا کی جاهل است کی معذور است. امیر ما تا بالا تحقیق نکردیم. آیاتی که در این باره هست، احادیثی که درباره ازی است، علمایی که در 14 قرن درباره ازی تحقیق کردن، ما تا بالا نفهمیدیم دقیق. از این خاطر من هیچ چیز گفتن نمیتونم. اینجا جوانا چی شدن؟ جوانای عقل پرست یک تعدادش یک طرف رفتن و یک تعدادش این طرف دیگر رفتن. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. کلش افترا هست سر چی؟ سر الله. افترا هست سر چی؟ سر رسول الله صلی الله علیه و سلم. افترا هست سر قرآن و سنت. و من ازلم ممن افترا علی الله الكذب. از او که ظالمتر یافت میشه کسی که سر الله دروغ بگوید. سر الله چه قسم تهمت میشه؟ که یک چیزی را تحقیق نکردی، در باره آیات قرآن نمیفهمی، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که تشریح کرده او را نمیفهمی، در سیرت عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام و خیر القرون و بعد از این علمایی که مفسرین و علمای عقیده در این باره کلشان دلایل گفتن او را نمیفهمی، خصوصا در مسائل اجتهادی که بین دو عالم اختلاف نظر است، در این باره تو نمیفهمی و در این قسمت میخیزی با بسیار جرأت گپ میزنی. الله میگه از این که ظالمتر نیست کسی که سر الله افترا و تهمت میکنه.
بسیاری کسا بسیار در فتوا و گپ زدن ای باید تقوا را در رمضان حاصل بکنیم. یک کسی میگه استاد این مرغایی که روی بازار است این مرغ یک زدگی حکمش چی است؟ امروز ما یک 4 نفر است هر 4 روزی پیش ازی که من چیزی بگم فتوا دادن. یکیش میگه بخو، یکیش میگه پروا نداره، یکیش میگه بسم الله بگو نوش جان کن، یکیش میگه که هیچ رای نزن بخو. کلش وقت پرسان کنیم برادر جان. باز ما ورش میگم والا برادر عزیز ما در 4 تا مفتی صاحبا چی بگویم؟ و هر 4 روزی سر الله تهمت میکنن. هر 4شون سر کی تهمت میکنن؟ سر الله. چون هر 4 از یا عقل پرست هستن. نام معتزله بیچاره بد است، لکن معتزله حقیقی بسیار زیاد هستن که عقل خود حاکم قرار میده. وقتی به شرکت زنگ بزنی برش بویی که امی گوش شما از کجا روان کرده؟ اونجا نشسته از برازیل. با رئیس شرکت برازیل که زنگ زدن رفتن علمای عرب رفتن اروپا. من کتاب دفعه خانم این یک مجموعه از علما گفت ما رفتیم در برازیل و در این منطقه درباره از گوشت پرسان کردیم. گفتو بر ما گفت تو رئیس گفت بر ما گفت آسان گفت میگفتن که والا ما روزانه 270 تن ما تولید داریم. 270 تن مرغ ما تولید داریم. و ما 270 تن ما کارت مار نداریم، ما کت ماشینا میکشیم و بسیاری وقتا کت برق میکشیم. با کشورهای اسلامی که روان میکنن گفت والا بر ما گفتن که با می کشورهای اسلامی که روان میکنیم اگه گوشت خوک هم بود پشت سرش نوشته که خوک حلال بازو میخورن، فقط کلمه حلال برش نوشته که در حالی که در قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک فاسق براتون یک خبر آورد شما تحقیق کنین. عالی خبر خود کافر نوشته کرده، این خود شهادت کافر است. از فاسق باید قبول نکنی، از کافر چطور قبول میکنی؟ بازی رسول میگه بازیش میگه بسم الله گفته بخو. و الله متعال میگه که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. رئیس شرکت میگه ما نام الله را نمیشناسیم. وقت زمین گفت الله اکبر، بوره که میگه شما این کدام گرمرغ که میکشین الله اکبر میگه، و میگه ما مینینگ اف الله اکبر معنیش نمیفهمیم. ما قصاب کس هر کس که آمد اینجا قصاب میگیریم ماشینش سبش است برق است 10,000 مرغ در برق میتیم کلش کشته میشه، باز در آخر خوب که پوستش کردیم کلشه باز کت ماشین قطع میکنیم. گواهی ما می قسم است. و اینجا مفتی صاحبا چی هستن؟ یعنی یک موضوع عادی ابتدایی که مسئله خوردن است در این 4 نفر تهمت سر الله و رسولش میکنه. یکی گفت بخو هم سر الله تهمت کرد، چرا حرام الله را حلال قرار داد. اگر زیاد محکمش بگیری با کفر میکشه. اگر از یخنش محکم بگیریش با محکمه اسلامی باشه، کسی که حرام حلال قرار میده عطایی به کفر میرسه. اما اگر بسیار عادی هم رایش برخورد بکنی اون خود افترا و تهمت سر الله کرده. آیا درست است در ماه مبارک رمضان یک نفر روزه هم داره الله میگه لعلکم تتقون، امی بیادبی را در مقابل الله و رسول چی کنین؟ از امی بیادبی خدا خلاص کنین. عقل پرستی هر کسی که گپ بزنه نظر من، حتی بسیاری کسا اینمی عقل پرستی در سوالش معلوم میشه. استاد به نظر شما اینی مسئله چطور است؟ ما برش میگم که سوال تو سوال شرکی است. سوال چی؟ در سوال تو شرک است. به نظر استاد چی کاره هست؟ استاد خود شاگرد کتاب الله هست. استاد خود شاگرد سنت رسول الله هست. استاد خود شاگرد صحابه هست. استاد خود شاگرد مفسرین است. استاد خود شاگرد فقهای بزرگ اسلام است که به درجه اجتهاد رسیدن. اول خوب اونجا سهل میکنه و باز بالاخره برش میگه والا ببخشی این مسئله فتواست مگه زدن نمیتونم. نه استاد نظر خود بگوین. یعنی نظر استاد میخواد که از کتاب الله و از سنت رسول الله کنه برتریت بتن. این انسان پرستی است، عقل پرستی است. این ناروا است. این کار یهود و نصارا کردن. این کار یهود و نصارا کردن و به بلا مبتلا شدن. قسم سوم
مشکل علم پرستی هست. بعضی کسا علم معیار حق شناسی قرار میدن. علم خوب چیز است، اما علم به اساس تجربه هست. کار علم چی هست؟ با چشم میبینی، تجربه میکنی و بالاخره یک چیز جور میکنی. اما علم بر تو حق و باطل تعیین کردن نمیتونه، چون علم زبان نداره. این مردم است که برای علم زبان جور کردن، خدا زبان علم قرار میدن. و این مرض در بین غیر بیا پیدا شد. گفت یک تعدادشان گفتن که ما چیز را قبول داریم که تجربه میشه. خب ملائکه را چه قسم تجربه میکنی؟ گفتن در لابراتوار ملائکه نمیه، بنابراین ما ملائکه را قبول نداریم. کافر شدن و کافر هم هستن. این مرض در بین مسلمان ها چه قسم پیدا شد؟ استاد امی روزه را فواید علمی و ساینسیش بر ما بیان کن. اگه بیان نکنم قبول نمیکنی؟ والله دل نادل است. در اسلام صحابه ایدز را میشناختن، صحابه کرونا را میشناختن، صحابه سرطان را میشناختن. صحابه وقتی که حکم الله برش میشد خلاص آمنا و سلمنا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. امی که صحابه را الله متعال میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین. الله میگه که اینا مؤمن هستن. الله میگه الله از اینا ما راضی شدیم. کسب رضایت الله و ایمانی که ایمان الله قبول بکنه این بسیار سخت است، تا وقتی که خود تسلیم حکم الله نگردانی، تسلیم قرآن نشی. یک استاد ما داشتیم میگفت که اسلام چی معنی؟ ما معنی الاسلام. میگفت اسلام چی است؟ میگفت اسلام معنیش است مثل که در مقابل تو یک قوی چیز قرار بگیره، دو دسته بالا میکنه میگه تسلیم هستم. اسلام اینمی هست که و یسلمو تسلیما، 100% تسلیم شد. مشکل نیست که انسان دلایل علمی از را بفهمه، اگر بفهمه. لکن از نگاه اعتقادی بعضی کسا که علم اساس قرار میدن و میگن که اگر علمی را ثابت نکرد ما قبول نداریم، اینمی کلمه سخنای فلاسفه علم پرست کافر است. و متاسفانه بعضی از مسلمان ها به این مبتلا هست و فکر میکنه تقوا همی است که صاحب روزه گرفتی خلاص، این روزه گرفتم این دیگه لعلکم تتقون. اما خودش از نگاه فکری عقل پرست است. الله میگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. برای روزی تو هیچ وزنی در روز قیامت گذاشته نمیشه. اصلا ترازوی میزان پل صراط برای کی هست؟ پل صراط برای کافر نیست. پل صراط برای کافر نیست. پل صراط مخصوص مسلمان ها هست. میزان برای کافر نیست. ترازوی میزان برای کافر نیست. وقتی که اول در روز قیامت ثابت شد که تو موحد و مؤمن هستی، بعد از اون میری در پیش ترازوی میزان. در غیر از اون کافر مستقیما به دوزخ برده میشه. بر از اون میزان نیست. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. الله میگه ما خب برای کافری که عملش هیچ ارزش نداره برای از ما ترازو نمیگذاریم. پل صراط هم خب برای مؤمن هست که او باید به جنت بره، باز از سر بام به دوزخ تیر میشه میره به جنت. کافر خودی سر بام بالا نمیشه، این دروازه داخل میشه به دوزخ. صراط، قنطره، میزان، حساب، کتاب، این کلش که میشه امرای کی میشه؟ امرای انسان مؤمن میشه. پس اول انسان باید خود در چوکات ایمان داخل کنه و از این خاطر خطری که در آخر زمان ما و شما هستیم، با وجود از اینکه روزه‌دار هستیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را یک درس بسیار خطرناک میده که در آخر زمان یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافرا. صبح مسلمان می باشه، دیگر کافر میشه.
یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که بعضی ساعات در روز، بعضی ساعات در شب امی اینترنت بسیار تیز می باشه. بعضی صنفا روزانه می باشه، بعضی شبانه می باشه. و در اینجا بسیاری وقتا امی افکار کفری، ظلمات که الله گفته نور یکیست، ظلمات یعنی وقتی که موبایلت باز میکنی یک جای قرآن است، 100 جای کفر است. یک عالم دین حقیقی میبرد، 100 عالمی که به نام دین است دروغگوی است و تو را به کفر داخل میکنه میآید. از این 100 تا هر کدامش که لایک کردی و قبول کردی یمسی کافرن، شب اینترنتی را کافر ساخت. حالا ما بسیار کافرای اینترنتی داریم، کافرای فیسبوکی. یک کتاب آدم جور کنه نشته کنه کافرای مدرن، کافر فیسبوک. امروز در افغانستان 10,000 نفر بچه کافر شد، با فیسبوک کافر شد. چرا؟ در فیسبوک یک کلمه کفری انداخته میشه و باز کل از اینا چی میکنن؟ ایره خوب لایک میکنه، شیر میکنه، تاییدش میکنه، ولی فکر نمیکنه که کلمه کفر است. چرا؟ اهل فلسفه حس پرست است، عقل پرست است و علم پرست است. قسم چهارمش قسم است یک گروهی که نفس خود پرستش میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا. بعضی کسا هست که معبود خود، رب خود، نفس خود قرار داده و این بسیار زیاد است بین مسلمان. تو برش میگی که الله این تو میگه و مگه نه نظر ما این قسم نیست. سیکو الله این تو میگه، ایده جواب چی میگه برات؟ نظر من این قسم نیست. تو میگی ساز حرام است، او میگه نه غذای نفس است. والله من لذت میبرم. بسات درست است. شما وقتی قسم فیلسوفا زیاد سر و کار داریم، باز چون من وقت در زود قار نمیشم، یگان تا ملا خادت داره همطور جاز کلاو شده میگه دمی کلاو شده می دانش میزنه، باز میگه والا او خاروق بود پیش از اون نرفتم و تو نبود باز من پیش خودت آمدم که خودت دیده. باز من میگم ما دیگه چی نیستم، تو جدی نمیشم در مقابل کس گپایش میشنوم و دایی هستم، کلمه حق برش میرسانم. باز روز قیامت نگی که والا صاحب من نمیفهمیدم. والا استاد شما خب میگین که موسیقی حرام است. خب صحیح است. گپ شما و احترامی که به قرآن دارم و احترامی که به پیغمبر دارم، سیگره این گپ کمونستا زیاد است. کمونستا نمیفتن که ایمان دارم، میگه احترام دارم. من که میگه احترام میفهم که مردکه اما گیربکس مغزش از کثافات پر است. چون ما خب میفهمیم که کس دان خدا شور بده گپش میفهمیم که کلش کمونیستی است. چرا نگفتی که ایمان ما به قرآن است و به حدیث ایمان داریم؟ باز میگه احترامی که به قرآن داریم، احترامی که به سنت داریم. یعنی مثل که کس رو میگه بعضی میگه که والا استاد درست است امشب تو میمانی داری، خب به احترامی که به خودت دارم در میمانیت نمیایم. احترام برات دارم، میمانیت آمده نمیتونم ببخشی دیگه. به احترامی که به قرآن دارم، به احترامی که به سنت دارم و همچنان احترامی که به شما دارم و احترامی که به دیگه علمایی که دی باره گفتن. لکن من خودم واقعا از شنیدن موسیقی بسیار لذت میبرم، بخصوص موسیقی اسلامی که هم دول داره و هم سرنای داره و ساقی و ابر و بهار است و نگار و لبجوی، کل کثافات در بین از او هست، لکن نفس من او را قبول میکنه. باز ما برشان میگم که برادر عزیز، با احترامی که من به خودت دارم که خفه نشی، معبود خودت نفست است. بیاین قرآن شریف هم میتونی خوانده، خب کم کم میفهمم. بیاین خیلی بخوانیم این آیات قرآن. الله متعال میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و هی انسانی که تو قرآن میخوانی، آیا ندیدی من کسی را که اتخذ گرفت الهه هوا، معبود خود. اله چون میگن؟
اله ذات است که ذاتش عبادت میشه و قانونش اطاعت میشه. الله میگه آیا ندیدی کسایی که نفس خود اله خود گرفته، یعنی نفس خود عبادت و اطاعت میکنه، قانون نفس خود تطبیق میکنه. افرأیت، آیا اید الله رسوله، آیا ای مسلمان تا چه قرآن وی دا خلق دنه دلیدلی چه اتخذه چه دوی اخی سیدی اله و اخبال اله به عربی به عقیده که اله اغا معبود تویل کیگی چه دو صفتونه لري، د ذات عبادتی کیگی او د قانون اطاعتی کیگی. اله د ذات عبادت کیگی او د شریعت اطاعت. اوز دغه انسان خپل نفس اله جوړ کړی، د دې عبادت کی او د دې اطاعت کی. اله و اضله الله على علم. دا انسان چې ویل چې د ما نفس د ما معبود ده، د ما رب ده، الله سبحانه تعالی چې الله دا سړی گمراه کړی على علم، برسیره په دې چې دغه عالم دغه علمیت لري، ښه لیسانس لري، ښه ماستری لري، ښه دکترا لري. لیسانس ماستری و دکترا هم لري او ځان ته ښه عالم هم وایي، خو الله متعال وایي ځکه چې د دې لاره معلومه شوه دا چې زه د الله خبره نه منم، د ما نفس ده. وختم على سمعه وقلبه. الله وایي چې دا انسان الله والله غنی عن العالمین، په دې باندې باید ځان پوه کړو. الله وایي چې زه د مخلوقاتو نه غنی یم، هیڅ رای ورباندې نه وهم. انسان اوس مثلا تاسو یو تجار وګورئ، یو انسان د $10 میلیون سرمایه لري، یو انسان د $10 میلیون سرمایه لري. ته ورځې ورته وایي چې والا صاحب زه غواړم چې تا سره شریک سم او زه غواړم چې تجارت وکړم. هغه درته وایي چې څومره ده سرمایه دی؟ ته وایي چې والا ما سرمایه یو 15 لک افغانۍ لرم. 15 لک افغانۍ او غواړي چې تجارت وکړي، هغه اصلا د تا خبرو ته هغه نه لري. الله رحمان الرحیم ده، په خپل رحمت د مونږ او تاسو خبرو ته، د مونږ او تاسو عبادت ته، هر شی ته یو ارزش ورکوي. کنه الله غنی ده، نه د ما او تا روزي ته ضرورت لري، نه د تا موز ته د ما او تا مانزه ته ضرورت لري، نه به نماز و روزه و عبادات ما و تو ضرورت الله متعال نداره. والله غنی عن العالمین. این انسانه که باز کفر خود اعلان میکنه، الله متعال به اساس ای که غنی است از عالمیان باز چی میکنه؟ باز امی در قلب از این مهر میگذاره. و ختم علی سمعه، در گوشش یک مهر میگذاره، و قلبه و در قلبش یک مهر میگذاره، و جعل علی بصره غشاوه و در چشمش هم پرده رو میگذاره. فمن یهدیه من بعد الله، بازی رو بعد از الله کی میتونه هدایت بکنه؟ در جوابش میگیم برادر عزیز، وقتی که تو نفست به حرام خوش میشه، نفست حرام تایید میکنه و امر الله و رسولش قبول نمیکنی و با نفس خود میخیزی در مقابل الله قرار میدی، این جواب تو اینجاست که الله میگه که فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. کی میتونه بعد از الله این انسان نکرده که الله از رحمت خود محروم ساخته تو رو هدایت بکنی؟ پس شما زحمت نکشین، شما برین پشت موسیقیتان، چون شما خودتان معبودتان کی را گرفتین؟ نفستان را گرفتین. و همین مشکل است در بسیاری از مسائلی که امروز مسلمان ها با وجود از که دیندار خودم میگه، باز وقتی که پرسانش کنی باز میگه که رواج ما، رواج یک بت از در کجاست؟ در قلب است. و بتی که لات و منات و هوبل است و کلی که میشناسه، لیکن این بت خطرناکی که به نام رواج در قلب ها هست. رواج ما اوتر است، کلتور ما اوتر است، فرهنگ ما اوتر است. این بت که دغه بت لات هوبل منات طول پیزنی، خو هغه بتان چې په نامه د قوم ده، په نامه د دود ده، په نامه د رواج ده، و اونا هم
این بت هم کس امو قسم که لات و منات و هبل ابو جهل و ابو لهب داشت، این بت هم امو قسم ابو جهل و ابو لهب داره. منتها نامای ازیه باز چی است؟ دیدی نمونه بیاد سیدی بیاده تا جرگمار وایی. جرگمار همه ابو لهب ده، جرگمار همه ابو جهل ده، جرگمار همه ابی ابن سلول ده. چه دی الله شریعت نمانی خب بیا پنامه ده جرگمار بیا دل ترازی به وایی چه نه ولا ورور جانا دل تا خمون قرآن نکو دل تا پختو کو. ولی پختو کو ځکه چې پښتو قانون د جاهلیت د دوران نه پاتې سوی. اسلام 14 کاله کېږي او د پښتو قانون 15,000 کاله مخکې جوړ سوی. په قرآن کې وفي القصاص حیات ده، خو د پښتو په قانون کې چی ده؟ کله چې قتل وسی بیا درې لورګان دي. بد ده. دا بد د چی قانون ده؟ دا د جاهلیت قانون ده. او دا انسان بیا کله کله څه کوي؟ روژه هم نیسي، مونځ هم کوي، خو معبود څوک ده؟ رب څوک ده؟ نفس ده. او په دې نفس کې د دودونو او رواجونو حاکمیت د الله له حکم نه ډېر ورته غښتلی او ښه ده، هغه ته ډېر ارزښت ورکوي. افرأیت من اتخذ الهه هوا. نو دلته مسلمانو ورونو، مسلمانو خویندو، اینجا ضرورتی هست که ما وقتی که الله متعال میگه لعلکم تتقون، بهترین تقوا چی است؟ تقوای فکری هست که اول فکر خدا جور کنیم. این هم تقریبا 25% از کل خطبه بود که من بر شما گفتم. 75% دیگه انشاءالله در آینده ها خواهد گفتیم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.